حاجی آقا، نوشته صادق هدایت، راوی قاسم قرداغی، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. بخش دوم. حاجی ابوتراب در ماه ذی‌حجه شب عید قربان حاجی و حاجی زاده به دنیا آمده بود. اگرچه 89 سال از عمرش می‌گذشت و یادگار زمان ناصرالدین شاه بود، اما نسبت به سنش هنوز شکسته نشده بود و خیلی جوانتر می‌نمود. قیافه او با وقار و حق به جانب بود. کله مازویی، گونه‌های چاق و پرخون، فرق تاس و موهای تکرنگ و حنابسته داشت و همیشه تحریش سفید و زبری مثل قالیچه خرسک به صورتش چسبیده بود. سبیل کلفت و صوفی منشانه زیر دماغ تک کشیده‌اش مثل چنگک آویزان بود و چشمهای مثل تغار که رگه های خون در آن دویده بود زیر ابروهای پرپشت او قل و قل میزد. وقتی که در خانه شب کلاه به سر میگذاشت کله او شبیه گلابی میشد و قبقب کلانی زیر چانه‌اش موج میزد که سرش را بدون میانجیگری کردن به تنش میچسباند. بالای پرک‌های گوشش که همیشه زیر کلاه میگذاشت صاف و نازک شده بود و دندانهای عاریه که هر وقت میخندید یک پارچه طلای چرک بیرون میافتاد قیافه او را تکمیل میکرد. بالای تنه حاجی بلند و پاهایش کوتاه بود، به همین جهت وقتی که نشسته بود میان قد و زمانی که راه میرفت کوتاه جلوه میکرد، اما از پشت سر کمی خمیده بود و قوز داشت. در تابستان لباس او منحصر به یک پیرهن یخ حسنی و یک زیر شلواری گشاد بود و در هشتی که جلوس میکرد همیشه یک جلزقه گشاد هم که جیبهای فراغ داشت میپوشید و یک شب کلاه به سر میگذاشت و قبای نازکی هم به دوش میانداخت. با وجود این چون آستین پیرهنش دگمه نداشت، دستهای خپله و پشمالود او همیشه بیرون میافتاد و از درز یقه پیرهنش تا زیر قبقب او پشم زمخت خاکستری به ریشش پیوند میشد. در حال نشسته وقتی که تسبیح میانداخت عادت داشت که با دو دست شکم گنده‌اش را نوازش بدهد. در زمستان سرداری برگ قدیمی چرک که پشتش چینهای ریز میخورد میپوشید و به قول خودش این سرداری تنپوش مبارک بود و حکایت میکرد که یک روز ناصرالدین شاه در شکارگاه ابوی محترمش را مخاطب قرار داده و گفته بود: مرحوم مقتدر خلوت، بیا پدر سوخته، این تنپوش مال تو. مثل اینکه قبل از مرگش او را مرحوم خطاب میکردند، اما در حقیقت این سرداری را از دست فروش خریده بود. در کوچه هم کت بلند خاکستری و شلوار سیاه می پوشید و کلاه گشاد به سر می گذاشت. از وقتی که باد فتح گرفته بود یک عصای سرنقره هم دستش می گرفت و گشاد گشاد راه می رفت. هرچند حاجی بیرونی و اندرونی و اتاقهای چیده و چیده داشت، اما تمام پذیرایی او در هشتی خانه‌اش انجام می گرفت. صبح زود در آنجا شبیخون میزد و اگر در خارج کاری نداشت تا سر شب در همانجا مشغول دید و بازدید و کارشاخ کنی و به قول خودش مشغول تق و فتق امور بود، تا وقتی که از اندرون خبر میکردند که شام حاضر است. حاجی با بیریایی از اعیان و اشراف و رئیس الوزراء گرفته تا ملای محل و بقال رهگذر و حتی زال محمد هم در آنجا پذیرایی میکرد. در مقابل اعتراضی که درباره پذیرایی شخص اخیر به او شد جواب داده بود: این هم یک نفر آدمه مثل همه آدمهای دیگر، لولو خورخوره که نیست. اتفاقا نظمی که زال محمد به شهر نو داد تمام بلدیه شما با بودجه و متخصصینش نتوانست به شهر تهران بده. خونه فاحشه ها رو طبقه بندی و منظم کرد، برایشان سینما و تئاتر ساخت، اما بلدیه شما خواست یک تئاتر بسازه 50 مرتبه خراب کرد و از سر نو ساخت و از کنارش چند تا دزد میلیونر شدن و آخر هم نیمه تمام ماند
وانگهی کاری که دیگران در خفا میکنن این بی‌تقیه و بی‌ریا میکنه. بعدش هم که ضامن بهشت و دوزخ کسی نیستیم و توی گور دیگران هم نمیگذارند ما. مگر همه کله گنده ها زمامدارانتان باهاش دست به یکی نیستن؟ من صراحت لهجه دارم، نه اینکه یکی لازمه که شهر نو رو اداره بکنه، وگرنه مردم و عیالوار نمیتوانند زنهایشان را نگه دارند. اگر تو جامعه شاه و وزیر و وکیل هم لازم نباشه، زال محمد لازمه. من همه اعیان و اشراف و نجبای این شهر را خوب میشناسم. در معامله ساختمان سینما که به من مقاطعه داد، یک سر سوزن اختلاف حساب نداشتیم. حیف که توی این مملکت قدردان نیست، وگرنه مجسمه اش را توی شهر نو می ساختن. ولیکن از آنجا که هشتی حاجی 4 نشیمن بیشتر نداشت، مهمانهای او هیچ وقت از 3 نفر تجاوز نمی کرد. یعنی همین که شلوغ می شد، حاضرین جیم می شدن و جای خودشان را به تازه واردین می دادن. مثل این بود که اگر روزی بخواهند تئاتر او را نمایش بدهند، از لحاظ صرفه‌جویی تزیین سن منحصر به یک هشتی باشد. پدر حاجی مشهدی فیض‌الله در بازارچه زعفران باجی دکان تنباکو فروشی داشت. سال قحطی کلی مال حلال و حرام رو زیر و رو کرد و پشت خودش را محکم بست، مخصوصا وقتی که میرزای شیرازی تنباکو را تحریم کرد. مشهد فیض‌الله یکی از حاشیه نشین‌های خانه یحیی خان مشیرالدوله بود و بعد از آنکه ملا عبدالله واعظ قلیان کشید و دوباره تنباکو حلال شد و به این وسیله عذر کمپانی رژی را خواستند، مشهد فیض‌الله در این میان لفت و لیس غریبی کرد. یعنی تنباکوی تحریم شده را که به قیمت ارزان خریده و انبار کرده بود، به قیمت گران فروخت و میلیون‌ها زر زمین به قیمت 2 تا پول از میرزا عیسی وزیر خرید و واجب الحج شد. یک سفر به مکه رفت و پولش را حلال کرد و برگشت و تا آخر عمرش دم حجره نشست و مو را از ماست کشید. بالاخره سن 93 سالگی از شدت خست و لعامت مرد. به این معنی که قلنج شد. حکیم باشی نسخه داد، او از دوای مالیدنی که در خانه بود خورد و مرد. تمام ارث حاجی فیض‌الله به پسر یک دانش حاجی ابوتراب رسید که حاجی به دنیا آمده بود، اما وانمود کرد که به مکه رفته است و حکایت هایی که از پدرش راجع به سفر مکه شنیده بود به حساب خودش گذاشت و مانند پیش آمدهای زندگی خود نقل می کرد. اما حاجی ابوتراب دکان تنباکو فروشی را به هم زد و صاحب املاک و مستغلات شد. چون پدرش را کسی نمیشناخت، حاجی از این استفاده کرد و لقب حاج مقتدر خلوت را به پدرش داد و او را یکی از ملازمان رکاب و درباریان بسیار نزدیک ناصرالدین شاه قلمداد می‌کرد. همیشه هم ورد زبانش بود که ما اعیان درجه اول، ما نجبا، در خست و چشم تنگی از پدرش دست کمی نداشت. هنوز حساب کهنه‌های زمان شاه شهید را فراموش نکرده بود و سر 10 شاهی علمشنگه به پا می‌کرد. منو چاپیدن. معقول اون وقت زندگانی داشتیم. با وجود درآمد هنگفتی که از املاک و مستغلات و دکان و حمام و خانه اجاره و معاملات بازار و کارخانه کشبافی و پارچه بافی اصفهان و کارچاخ‌کنی های کلان داشت و حتی با سفرای ایران در خارج مربوط بود و اجناس قاچاق معامله می کرد، هر روز جیره قند خانه‌اش را می شمرد، هیزم را می کشید، بار و بندیل سیغه هایش را وارسی می کرد و در قدیم که اصطلاح مشروطه هنوز باب نشده بود، جلوی هشتی خانه رعیت‌ها و نوکرها را به چوب می‌بست. اما ظاهری فریبنده داشت و قیافه حق به جانب به خود می‌گرفت، به طوری که همه پشت سرش می‌گفتند چه آدم حلیم و سلیمی است. همین ظاهر آراسته و اهن و طلب باعث شهرت او شده بود و معروف بود که آدم کار راه انداز و خیرخواه و خلیقی است. حاجی مقتدر بود که 1000 دوست کم و 1 دشمن زیاد است.
به همین جهت با هر کس گرم می گرفت و دل همه را به دست می آورد و با محیط خودش سازش پیدا کرده بود. از این رو خیلی ها فدایی او بودند. در سیاست هم همیشه دخالت می کرد و وکیل و وزیر می تراشید و خودش هم کبادی ریاست وزرا را می کشید و حلال مشکلات بود. همیشه می گفت ما می خواهیم 4 صباحی توی این مملکت زندگی کنیم و از نان خوردن نیفتیم و یک قلوب آب راحت از گلویمان پایین بره. اما حاجی سواد حسابی نداشت. زمان ناصرالدین شاه پیش معلم سرخانه گلستان و بوستان را خوانده و مشق خط و سیاق را یاد گرفته بود. لکن حافظه او قوی بود و حرفهای دیگران را از بر می کرد و به موقع یا بی موقع تکرار می کرد. هر وقت هم که اشتباه می نمود از رو نمی رفت. مثلا می گفت که مرحوم ابوی در دربار شاه شهید بالای دست حاجی میرزا آقاسی می شسته، یا در زمان کریم خان زند 3 من و 1 چارک چشم در آورده، یا مهاراجه دکن دعوتش کرده که پست وزارت خارجه اش را به او تفویض کند و از این قبیل چیزها. اگرچه با رجال درجه اول و زمامداران مملکت دمخور بود، اما سواد آنها هم به او نمی چربید و خیلی به حاجی و اظهار عقیدهش اطمینان داشتند. در صورتی که گاهی حاجی از دهنش در می رفت و می گفت بله دیگ، بله چغندر، توی این مردم و این ملک ما هم سیاستمدارش هستیم. از وقتی که وارد سیاست شده بود مرتب روزنامه را به پسر کوچکش کیومرث که از مدرسه برمیگشت میداد و او هم با صدای دورگه تکلیف شدهش روزنامه میخواند و حاجی به حالت پرمعنی سرش را می جنبانید، مثل اینکه در میان خطها هم رموزی کشف میکرد که همه کس نمیتوانست بفهمد. حاجی به کتاب اخلاق و گلستان سعدی معتقد بود و از تاریخ هم بی آنکه اطلاعی داشته باشد بیخود تعریف میکرد. 2-3 بار لغت اشتباهی برای کیومرث معنی کرد و سبب شد که طفلک روز بعد در مدرسه کتک مفصلی نوش جان بکند و از این جهت دیگر اشتباهات خود را نزد پدرش نمیپرسید. حاجی شهرت داده بود که کتاب اخلاقی در دست تألیف دارد، اما کسی را سراغ نداشت که این کار را مفت و مسلم برای او انجام بدهد. به علاوه ادعای ادبی هم داشت و بزرگترین فیلسوف عالم به نظرش گوستاو لوبون بود که زیاد اسمش را شنیده بود و ترجمه غلط کتابش را مجانا به او تقدیم کرده بود. در انجمنهای ادبی هم هر وقت میرفت همیشه در صدر مجلس می نشست. جلوی هر کس سلام و تواضع می کرد و قر قر قلیان می کشید و چای شیرین می خورد. هر قطعه شعری که خوانده می شد آنقدر کف می زد که تا 2 روز دستش درد می گرفت و برای اینکه عقیده بکری اظهار کرده باشد همیشه در این انجمنها از شعر قاآنی تعریف می کرد. گرچه دیوان او را ندیده بود اما 1-2 شعر وقیح او را در جوانی شنیده بود. به اضافه خیلی ها تعریف از انسجام شعر او می کردند. مجالس پرورش افکار و فرهنگستان هم مرتب به قدوم حاجی مفتخر می شد که عضویت رسمی آنجا را داشت و در همه جا اشتباهات مضحک می کرد. فقط سر حساب پول موی را از ماست می کشید. هرچند حاجی همیشه از دست دنیا گله‌مند بود و خودش را به شغال مردگی می زد و ورد زبانش بود که عهد و زمان برگشته و دوره آخر از زمانه. چون همسایه خانه خودش را به قیمتی که حاجی مشتری بوده نفروخته، یا کوچه برای اتومبیل او تنگ است، یا اتومبیل سواری او سیستم سال آینده نیست، یا درخت نارنجش بار نداره، یا مردم بی تربیت شدند چون سر ختم شیخ عبدالغفور یک جوانک به او زلزل نگاه کرده و محلش نگذاشته و متوقع بود که همه مردم با این بدبختی های او همدردی بکنند. اما چند موضوع بود که در این اواخر فکر او را سخت به خود مشغول کرده بود. یکی دل خونی از دست سرتیپ اللهوردی داشت که زمینهای قنات آبادش را به قیمت نازل خرید. بعد هم پیری و دیگر باد فتح و از همه بدتر از طرف زنهایش سخت نگران بود. پیری که درد بیدرمان بود و به همین مناسبت به کمک حجت الشریعه
معجون‌هایی از روی کتاب‌های الفیه و شلفیه و ماء الحیات و راهنمای اشرت تهیه می‌کرد و به کار می‌برد و اغلب تجرید فراش می‌کرد. دیگر باد فتح بود که هر چند هنوز او را از پا در نیاورده بود، اما شنیده بود که عمل در سن او خطرناک است و به علاوه به حکیم فرنگی و یا فرنگی معاب و دواهای آنها هیچ اعتقاد نداشت. مگر پدرش را دوای فرنگی نکشت؟ چرا تن خودش را زیر تیغ حکیم بیاندازد؟ تقدیر هر کس معین شده و روی پیشانی نوشته‌اند. چرا بی خود کمک به اجل بکند، در صورتی که فتح اهمیت و اعتبار او را در جامعه می‌افزود؟ اما موضوع زنهایش جدی بود. بیلان زندگی زناشویی حاجی عبارت بود از 6 زن طلاق گرفته و 4 زن که سرشان را خورده بود و 7 زن دیگر که در قید حیات بودند و اهل بیت او را تشکیل می‌دادند. زن اولش اقلیمه تریاک خورد و مرد. حاجی هم نامردی نکرد و همه دارایی‌اش را بالا کشید. یکی سر زا رفت، یکی از پشت بام پرت شد و آخری هم حلیمه از دلدرد کهنه مرد. آنها هم که طلاق گرفتن مهر خودشان را حلال و جانشان را آزاد کردند. میان زنده ها این دو صیغه آخری، منیر و محترم که جوان و بچه سال بودند، افکار حاجی را سخت پریشان داشتند. منیر زیاد به خودش بر می رفت و خیلی چاخان و سرزباندار بود. حتی وقاحت را جایی رسانده بود که جلوی اهل خانه همیشه ادای حاجی آقا را در می آورد و شعرهای بنده تنبانی در حجم او می خواند. محترم هم یک بچه 2 ساله داشت. حالا هم باز شکمش بالا آمده بود، در صورتی که بعد از کیومرث 16 سال می گذشت که دیگر حاجی بچهش نشده بود. آن وقت این مرتیکه نکره 4 زلف نرنجی گل و بلبل که به اسم پسر عمو می آمد از محترم دیدن میکرد و همه اندرونش را میدید. چه صیغه ای بود! چرا چشم و ابروی سکینه شبیه این گل و بلبل بود؟ دختر تحتقاری که آنقدر عزیز دردانه بود حالا به همین علت از چشمش افتاده بود. به علاوه رفتار این صیغه های جوان هم با آن چیزها که راجع به آنها میشنید مشکوک به نظر می آمد. مثلا آن روز که تلفن دروغ کرده بودند و حاجی را به محضر شماره 12 احضار کردند، وقتی که خانه برگشت دید که منیر حمام رفته و هنوز هم برنگشته، آن هم بی اجازه او. خب گرچه منیر خدمتکارش بود و حاجی او را صیغه کرده بود که اگر آب روی دستش بریزد به او حلال باشد، اما خب بالاخره زن شرعی حاجی بود و به این سن و سال همین مانده بود که برایش حرف هم در بیاورند. اصلا چرا حمام رفتن زنهایش و سری ارحام به جا آوردنشان آنقدر طولانی بود؟ 1-2 بار هم تحقیقات کرد، اما نتیجه مشکوک به دست آمد. به همه کس بدگمان بود، حتی به مراد. تصور میکرد همه دست به یکی کرده بودند که کلاه سرش بگذارند، چیزی که به کارش گرانه میانداخت. این بود که حاجی دلش نمی آمد انعام بدهد. شاید زنهایش همه انعام میدادند، اما در این صورت پول از کجا می آوردند؟ این پیشامدها تأثیر بدی در خلق و رفتار حاجی کرده بود. با خشونت هرچه تمامتر از اهل خانه چشم زهره می گرفت و خیلی زود عصبانی می شد. حتی زبیده که بی اجازه از ترشی پیاز برداشته بود، حاجی چنان با اعصاب مچ پایش زد که هنوز می لنگید. فلسفه انتخاب هشتی خانه از یک طرف به همین علت بود، تا در هشتی کشیک زنهایش را بکشد. اشخاصی که وارد و یا خارج می شدند وارسی می کرد. به علاوه گاهی هم سر کوچه چشم چرانی می کرد و به این ترتیب زمستان هم از گذاشتن کرسی جداگانه برای خودش صرفه‌جویی می شد و با منقلی که میان پایش می گذاشت و دستش را گرم می کرد از مخارج زیادی جلوگیری می کرد. پسر اولش آقا کوچک که سر پیری بعد از 8 دختر پیدا کرده بود، عرقخور و سفلیسی و قمارباز از آب در آمد. حاجی به استناد فرمایش حضرت امیر که بچه هایتان را متناسب با دوران بپرورانید، آقا کوچک را به فرنگستان فرستاد. اما آقا کوچک ذوق و استعداد زیادی در تحصیل نشان نداد و همین که به ایران برگشت زلفهایش را براق می کرد
لباسهای شیک می پوشید، اتومبیل لوکس آخرین سیستم حاجی را می راند و با سگ بغلی نژاد پکن در کافه رستوران‌های درجه اول شهر آمده شد می‌کرد و طلبکارهای جفت اتاق خود را به سر پدرش حواله می‌داد. از قضا یک شب در عالم مستی اتومبیل را به درخت زد و شکست. پدرش پس از کشمکش مفصل او را از خانه راند و از ارث محروم کرد. ولکن آقا کوچک هم مانند پدرش پیشانی داشت. به علت آراستگی سر و وضع، مخصوصا وجاهت، به عنوان شوفر دربار مفتخر گردید. هرچند طرف توجهات مخصوص مقامات عالیه و اندرون واقع شد و همه از او حساب می‌بردند و راه ترقی و آینده برایش باز بود، اما به رگ غیرت حاجی آقا برخورد که چرا باید پسر بزرگش چنین شغلی را انتخاب بکند. بعد هم خیلی چیزها پشت سرش میگفتند. حاجی آقا به طلبکارهای پسرش جواب میداد: من استشهاد تمام کردم و توی روزنامه ها هم چاپ کردم، اما دیگر آقا کوچک پسر من نیست. فرنگ اخلاقش را خراب کرد. امان از رفیق بد. پسر نوح با بدان منشست، خاندان نبوتش گم شد. معقول بچه‌ای بود، سری به راه پایی به راه، زیر پایش نشستند، افتاد توی هرزگی و بلنگاری. او دیگر نمیتواند در خانه من را باز کند. از این جهت تمام امید و آرزوی حاجی به پسر دومش کیومرث بود و علاقه مخصوصی نسبت به او ابراز می داشت. حاجی آقا به همه حرفهایی که در روز میزد معتقد نبود و از وقتی که شک به سکینه بچه سوگلی خود پیدا کرده بود که همیشه توی هشتی جلویش میپلکید، علاقه او به بچه و اینجور چیزها هم سوس شد. میگفت: حالا دیگر ماشاءالله بزرگ شدند. پسر اولم را لوس بار آوردم، نتیجه اش را دیدم. وانگهی معنی نداره که بچه توی هشتی بیاد. اشخاص محترم پیش من می آیند. اما به چند چیز بود که از ته دل ایمان داشت. اول به خوردن. وقتی که صحبت از خوراکی به میان می آمد، چهرهش می شکفت، آب دهنش را قورت می داد و حدقه چشمش گشاد می شد. مخصوصا خوراکی های شیرین مانند خرما و حلوا و باقلوا و پلوهای چرب و شیرین را زیاد دوست می داشت. سر غذا بسم الله می گفت و آستینش را بالا می زد. با انگشت های توپلی که روی ناخنهایش حنا بسته بود لقمه می گرفت و همیشه دوست داشت که از لای انگشتانش روغن بچکد. هر غذایی که به نظرش مشکوک می آمد می گفت: و ان ضررتنی لخصمک علی ابن ابی طالب، و بعد می خورد. چشمهایش در موقع خوراک لوچ می شد و شقیقه هایش به جنبش می افتاد و ملچ ملچ راه می انداخت. بعد آروغ می زد و می گفت: الهی الحمدلله رب العالمین، و با ناخن دندانهایش را خلال می کرد و تا مدتی بعد از غذا از سر جایش تکان نمی خورد. بعد هم حاجی آقا حمام و مشتمال را خیلی دوست می داشت. اما از وقتی که نرخ حمام بالا رفته بود، حاجی دیر به دیر حمام می رفت. به همین جهت تابستان در صحن هشتی همیشه بوی عرق تند ترشیده حاجی در هوا پراکنده بود. در حمام یک مشت از آب خزانه می خورد و دهنش را مسواک می کرد. بعد می خوابید و زیر مشتمال دلاک از روی کیف آه و ناله سر می داد و شکر خدا را می گذاشت. در مورد خواب هم حاجی بی‌طاقت بود و به آسانی خوابش می برد. به محض اینکه چشمش به هم می رفت، خر و پف او تمام فضای خانه را پر می کرد، مثل اینکه 200 نهنگ قرقره می کنند. اما حاجی در مقابل زن بی‌طاقت می شد. با وجودی که اندرونش همیشه پر از صیغه و عقدی بود، هر وقت زنی را می دید به طرف توجه او واقع می شد و عموماً این زنها خال شلخته و چادر نمازی، مچ پا کلفت و ابرو پارچه بزی بودند. چشمایش کلاپیسه می شد، نفسش به شماره می افتاد، آب توی دهنش جمع می شد و له له می زد و خون توی سرش می دوید. تا پارسال چیزی نمانده بود که عاشق خانم بالا، زن یوزباشی حسین سقط فروش، دم چهارسو بشود. و حتی چند سال پیش که هنوز باد فتح نگرفته بود، با رفقای جان در یک قالب و همدندانهایش گاهی به شهر نو هم گریز میزد
و خانه ای را غرق می کرد. اما از همه مهمتر دلبستگی حاجی به پول بود. پول معشوق و درمان و مایه لذت و وحشت او بود و یگانه مقصدش در زندگی به شمار می رفت. از اسم پول، صدای پول، شمارش پول، دل حاجی غنج می زد و بیتاب می شد. او پول را برای پول بودنش دوست داشت و می پرستید و تمام وسایل را برای به دست آوردن آن جایز می دانست. مثل اینکه در عالم زر مقدر شده بود که وجود حاجی برای اندوختن و پرستش این وسیله قراردادی در جامعه مأموریت دارد و طبیعاً تمام ابزار و وسایل به دست آوردن آن را بی‌دریغ در اختیار حاجی گذاشته و او را در محیط مناسبی به وجود آورده بود. از صبح زود که بلند می شد، حتی در خواب تمام هوش و حواس حاجی متوجه جلب منفعت و دفع ضرر بود و به همین مناسبت در هر گونه معامله شرکت می کرد. حتی سر پیری در مقاطعه راهسازی و درختکاری خیابانها هم شرکت کرد و از این راه میلیون ها به چنگ آورد. اما از ترس زمامداران وقت و به خصوص شخص اول مملکت که دائما تملقش را می گفت، همیشه به خودش قافیه مفلس و بدبخت می داد و گدابازی در می آورد و معاملات بزرگ و خرید و فروش را به اسم پسر و یا زنهایش انجام می داد. بعد هم به نام نیک و شهرتی که در جامعه پیدا کرده بود خیلی دلبستگی داشت، زیرا از این راه استفاده های کلان می برد. حاجی منافع را زود فراموش می کرد، اما اگر خدای نخواسته زیانی متوجه او می شد، چیزی که کمتر اتفاق می افتاد، در اخلاق و رفتارش تغییر کلی روی می داد. قیافه بیگناهش عوض می شد و آن روی سگش بالا می آمد و اغلب در خانه عصای سرنقره به کار می افتاد. یکی از خانه هایش را مردم نابابی اجاره کرده بودند. حاجی دست روی دستش می زد و می گفت آبروی 100 ساله هم به باد رفت. من توی این ملک استخوان خورد کردم، اما نمی توانم خانه ام را به مفت هم اجاره بدهم. پس 7 عیال را چه کسی نان می دهد؟ برای روز مبادا حاجی به مذهب هم معتقد بود، اگرچه با خودش می گفت کی از اون دنیا برگشته اگر راست باشه، و مثل عقاید سیاسیش به آن دنیا هم اعتقاد محکمی نداشت، مگر با پول نمیشد حج و نماز و روزه را خرید. پس هر کس پول داشت 2 دنیا را داشت، اما مذهب را برای دیگران لازم می دانست و در جامعه تقیه می کرد و به ظواهر می پرداخت. به همین علت در ماه محرم توی تکیه ها و حسینیه ها و مجالس روزخوانی در صدر مجلس جا می گرفت. نظر کیومرث را هم سقایی کرده بود که خرج زیادی نداشته باشد و در دهه عاشورا او را با لباس سیاه که برایش کوتاه شده بود و کشکول و پیشبند سفید توی جماعت میفرستاد که به رایگان آب به لبهای تشنه بدهد. هر وقت هم گذارش به مسجد میافتاد، دست وضویی میگرفت و یک نماز محض رضای خدا میگذاشت. سالی 1 بار هم پول خمس و زکات خودش را به دقت حساب میکرد. یک چک چند صد تومانی مینوشت و داخل پیت خرما که از املاک جنوبش میفرستادند میگذاشت. آن وقت حجت الشریعه را احضار میکرد و این پیت های خرما را از بابت خمس و زکات به او میداد تا بفروشد و یا عین خرما را به فقرا بدهد. بعد در همان مجلس بهانه می آورد که من عیالوارم، بچه ها دیدن، دلشان خواسته، توی خانه باشه بهتره، و خرما را فی المجلس به نرخ روز حساب می کرد و پولش را که عموماً از 10 تومانی زیادتر نمی شد به حجت الشریعه می پرداخت و بعد چک را در می آورد و باطل می کرد. حاجی دلش خوش بود که به این وسیله خمس و زکات خودش را داده. گیرم عوض این که خرما در بازار خرید و فروش بشود و چک به دست ناشناسی بیفتد، خودش آن را خریده و در ضمن ادای فریضه را هم کرده است. به شراب هم خیلی علاقه‌مند بود و در مجالس مهمانی بیریا می نوشید. هر وقت هم برایش سوغات می فرستادند، به عنوان دوا آن را توی قوری می ریخت و می خورد، اما حاضر نبود که پول به پایش بدهد. قمار هم می زد.
یعنی پاسور و تخت نرد، آن هم وقتی که مطمئن بود که از حریف خواهد برد. ماه رمضان به بهانه کسالت روزه را می‌خورد، اما جلوی مردم تسبیح می‌انداخت و استغفار می‌فرستاد و در مناقب روزه سخنرانی می‌کرد. هر وقت که خواب بود و یا با زنهایش کشمکش داشت و احیانا کسی به دیدنش می‌آمد، مراد عادت کرده بود که بگوید آقا سر نمازه یا آقا به مسجد رفته. از جاه طلبی که حاجی داشت برای خودنمایی در سیاست و کارهای لوچ دخالت می‌کرد. از جاسوسی هم رو برگردان نبود و به این وسیله محرم بسیاری از اسرار مگو شده بود. برای اینکه در همه جا نفوذ داشته باشد و بتواند منافع خود را بهتر نگه دارد، باید اقرار کرد که از این راه منافع هنگفتی عاید او شد. حاجی سیاست را یک جور معامله تلقی می‌کرد و خودش را بزرگترین سیاستمدار دوران می‌دانست. از بس که در همه جا جایش بود و همیشه جلو می‌افتاد و حالت بزرگمنشی به خود می‌گرفت و توی حرف دیگران می‌دوید، یک نوع جسارت جبلی پیدا کرده بود. حرفش که تمام می‌شد، توی چشم طرف تأثیر حرف خود را جستجو می‌کرد. برای این کار استعداد خداداد هم داشت، زیرا حراف، سرزباندار، پررو و نخود هراشی بود و به زبان هر کس می‌توانست صحبت کند و حرف دیگران به دقت گوش می‌داد و صورت حق به جانب می‌گرفت. اظهار همدردی می‌کرد و وعده کمک و توصیه می‌داد، اما عملاً کاری انجام نمی‌داد مگر اینکه سودی در آن داشته باشد و یا به این ترتیب برای روز مبادا دلی را به دست بیاورد. همه جا با سلام و صلوات وارد می‌شد، در مطب دکتر، در اتاق وزیر، سر حمام و حتی در شهر نو و در همه جاهایی که بسیاری از مردم در انتظار بودند. حاجی با عزت و احترام و بدون کمترین مانع وارد می‌شد و کار خود را انجام می‌داد. حتی گاهی در صحبت با اشخاص کلفت هم بارشان می‌کرد و حرف‌های گنده گنده برخلاف مصالح کشور از دهنش می‌پرید، ولکن از احترامی که برایش قائل بودند و اطمینانی که به او داشتند نشنیده می‌گرفتند و بالاخره همه از او حساب می‌بردند. اغلب حاجی آقا خنده گستاخانه‌ای از ته دل می‌کرد که در این اواخر باد در بیضه هایش می‌انداخت و درد می‌گرفت. هرچند حاجی آقا ورد زبانش بود که من از کسی خورده برده ندارم، اما شهرت داشت که جاسوس شهربانی است و تاکنون چندین نفر بیگناه را به جرم جعل اکاذیب به زندان انداخته بود. حتی رئیس شهربانی از او حساب می برد، چون بو برده بود که با مقامات مهم خارجی دست به یکی است. چیزی که غریب بود، حاجی همیشه اعضای کابینه جدید را قبلا می دانست و در بازار پیشگویی و حتی شرط بندی هم می کرد و همیشه به طور معجزه آسایی حدس او درست در می آمد. حاجی آقا همانقدر از بلشویسم بی اطلاع بود که از فاشیسم، اما گمان می کرد که اگر روزی پای روس‌ها به تهران برسد، بیدرنگ املاک و دارایی او را غصب می کنند و زن و بچه‌اش را به چارمیخ می کشند و کله او و همسارش گل دار خواهد رفت و پیش خودش حدس میزد که شاید جنگ بین المللی برای این برپا شده بود که روس‌ها طمع به دارایی او کرده بودند، در صورتی که آلمانی‌ها به کمک او برخاسته بودند و برای پیشرفت افکار و مقاصد و نقشه‌های او می‌جنگیدند. هر شب برنامه فارسی رادیو برلن را به دقت گوش میداد و از خبر پیشرفت‌های آلمان قند توی دلش آب میشد و کلمات گوینده آن را وحی منزل می‌دانست. بعد هم موسیقی عربی را می‌گرفت و به نعره هایی که مثل صدای شتر فعل از توی رادیو در می‌آمد با لذت گوش می‌داد و در عالم خلسه می‌افتاد، اما ظاهراً به همه رنگ در می‌آمد و حرف‌های ضد و نقیص می‌زد برای اینکه به قول خودش از نان خوردن نیفتد، چون حاجی معتقد بود که زندگی یعنی تقلب، دروغ، تزویر، پشت هم اندازی و کلاهبرداری. زیرا جامعه او روی این اصول درست شده بود و هر کس بهتر میتوانست کلاه بگذارد و سنبلکاری بکند، بهتر گلیم خود را از آب بیرون میکشید. وجود خودش را مثل وجود دیگران گناهکار تصور میکرد
و برای تبرئه خود از هیچ دسیسه و سالوس و حقه‌بازی رویگردان نبود. می‌اندیشید که زبان یک تکه گوشت است که می‌شود به هر سو گردانید و از این رو کارچاق کنی، پشت هم اندازی، جاسوسی، چاپلوسی و عوام فریبی جزو غریزه او شده بود. زمانی این را هم میپسندید و او هم از مردان برجسته زمان خود بود و نمیخواست در این بازار کلاهبرداری دنیا کلاه سرش رفته باشد. از وقتی که از پسر اولش سر خورد، اندرزهایی که در دوره زندگی به محک آزمایش زده بود و شاید عصاره ای از کتاب موهوم اخلاقی بود که وعده تألیفش را میداد و تمام فلسفه حاجی در آن خلاصه میشد، به خورد کیومرث میداد و میگفت توی دنیا دو طبقه مردم هستند، به چاپ و چاپیده. اگر نمیخوای جزو چاپیده ها باشی، سعی کن که دیگران رو بچاپی. سواد زیاد لازم نیست، آدم رو دیوونه میکنه، از زندگی عقب میندازه. فقط سر درس حساب و سیاق دقت کن. 4 عمل رستی رو که یاد گرفتی کافی است تا بتونی حساب پول رو نگه داری و سرت کلا نره. فهمیدی؟ حساب مهمه. باید هرچه زودتر وارد زندگی شد. همینقدر روزنامه را توانستی بخوانی بسه. باید کاسبی یاد بگیری، با مردم طرف بشی. از من میشنوی؟ برو بند کفش تو سینی بگذار و بفروش. خیلی بهتره تا بری کتاب جامع عباسی یاد بگیری. سعی کن پررو باشی، نگذار فراموش بشی. تا میتونی عرض اندام کن، حق خودت رو بگیر. از فحش و تحقیر و رده نترس. حرف توی هوا پخش میشه. هر وقت از این در بیرونت انداختن، از در دیگر با لبخند وارد شو. فهمیدی؟ پررو، وقیح و بی سواد. چون گاهی هم باید تظاهر به حماقت کرد تا کار بهتر درست بشه. مملکت ما امروز محتاج اینجور آدم هاست. باید مرد روز شد. اعتقاد و مذهب و اخلاق و این حرفا همه دکانداری است، اما باید تقیه کرد، چون در نظر عوام مهمه. برای مردم اعتقاد لازمه، باید به اونا پوزه بند زد، وگرنه اجتماع یک لانه افعی است. هر کجا دست بگذاری میگزن. باید مردم مطیع و معتقد به قضا و قدر باشند تا با اطمینان بشه از گرده اونا کار کشید. چیزی که مهمه طرز غذا خوردن، سلام و تعارف، معاشرت، لاس زدن با زن مردم، رقصیدن، خنده های توی دلبرو و مخصوصا پررویی رو یاد بگیر. دوره ما اینجور چیزا باب نبود. نانو به نرخ روز باید خورد. سعی کن با مقامات عالیه مربوط بشی. با هر کس و هر عقیده موافق باش تا بهتر بتونی قاپشونو بدزدی. من میخوام تو مرد زندگی بار بیای، محتاج خلق نشی. کتاب و درس و اینها 2 پول نمیارزه. خیال کن تو سرگردنه داری زندگی میکنی. اگر غفلت کردی تو رو میچاپن. فقط چند تا اصطلاح خارجی، چند تا کلمه قلمبه یاد بگیر، همین بسه. آسوده باش. من همه این وزرا و وکلا رو درس میدم. چیزی که مهمه باید نشان داد که دزد زبردستی هستی که به آسونی مچت باز نمیشه و جزو جرگه اونایی و سازش میکنی. باید اطمینان اونا رو جلب کرد تا تو رو از خودشون بدونن. ما توی سرگردنه داریم زندگی میکنیم، اما عمده مطلب پوله. اگر توی دنیا پول داشته باشی، افتخار، شرف، ناموس و همه چیز داری. عزیز بی جهت میشی.
میهم پرست و باهوش هستی، تملق تو میکنن و همه کارم برات میکنن. پول ستار العیوبه. اگه پول دزدی بود میتونی حلالش کنی و از شیر مادر حلالتر میشه و برای اون دنیا هم نماز و روزه و حج و میشه خرید. این دنیا و آن دنیا رو هم که داری. حتی پولت که زیاد شد اون وقت اجازه داری که بری خونه خدا رو هم زیارت بکنی. همه جا جاته و همه ازت حساب میبرن و بالای دست همه میشینی. سر سیبیل شاه هم نقاره میزنی. کسی که پول داشت همه اینا رو داره و کسی که پول نداشت هیچ کدومو نداره. گوشت رو باز کن. پول پیدا کردن آسونه، اما پول نگه داشتن سخته. باید راه پول جمع کردن رو یاد بگیری. من موهامو تو آسیاب سفید نکردم. پیدا کردن پول به هر وسیله که باشه جایزه. حسن آدم حساب میشه. این را از من داشته باش. اون وقت مهندس تحصیل کرده افتخار میکنه که ماشین کارخونه تو رو به کار میندازه. معمار مجیزت رو میگه که خونت رو بسازه. شاعر میاد موسموس میکنه و مدحت رو میگه. نقاشی که عمرش گشنگی خورده تصویرت رو میکشه. روزنامه نویس، وکیل، وزیر همه نوکر تو هن. مورخ شرح حال تو رو مینویسه. اخلاق نویس از مکارم اخلاقی تو مثل میاره. همه این گردن شکسته ها نوکر پولن. میدونی علم و سواد چرا به درد زندگی نمیخوره؟ برای اینکه باید نوکر پولدارا بشی. اون وقت زندگیت هم نفله شده. تو هنوز نمیدونی زندگی یعنی چی. تو گمان میکنی من از صبح تا شام بی خود وراجی میکنم و چونم و خسته میکنم و با مردم به جدال میرم برای اینی که پولم رو بهتر نگه دارم. پول میاره، از در و دیوار میباره. مثلا صبح 10 عرض پنبه میخرم که ندیدم، نمیدونم کجاست. عصر که میفروشم پولش 2 برابر توی دستم میاد. این نصایح را حاجی از روی خلوص نیت به کار میبست. مثلا با جوانان اینطور حرف میزد: من پیرم اما فکرم جوونه. آقا تا میتونید خوش باشید، کیف کنید. منم جوان بودم، شکار میرفتم، قمار میزدم، مشروب میخوردم، اما الان دیگه توبه کردم، چون قوه و بنیم به تحلیل رفته. هر سنی تقاضای یه چیزی رو میکنه. با وجود این من از همه تحصیل کرده ها متجددتر و مترقیترم. اول کسی که کلاه پهلوی سرش گذاشت من بودم. اول کسی که شاپو سرش گذاشت من بودم. منو تکفیر کردن. آقا کلاه که عقیده مردم رو عوض نمیکنه. خب آدم اینجور ساخته شده که کیف بکنه. تفریح هم در زندگی لازمه. از من بشنفید، کیف کنید تا سر پیری پشیمون نشی. با بهایی که می نشست می گفت: من خودم مسلمونم اما متعصب نیستم. میدونم که هر زمان اقتضای یک چیز رو میکنه. هیچ مذهبی نیامده که بگه زنا بکنید، دزدی بکنید، آدم بکشید. خب این پایه همه دین هاست. اون وقت هر کدوم پیرایه های متناسب با عهد و زمانه به خودشون بستن که فرق میکنه. من همش با آخوندا کشمکش دارم. میگن اره که به دست آخون بیفته دندونش رو حلال میکنه و قورت میده. این همه جرم، فحشا و قتل و غارت که به اسم مذهب توی دنیا شده هنوزم باز دستاویز سیاسته. من آدمایی رو سراغ دارم
از مطلب پرت نشیم. مثلا امروز کسیه که دزدی کرد دیگه دستشو نمیبرن، یا برده فروشی دیگه ور افتاده. اینا مال زمانای قدیم بوده. حالا نسبت به مقتضیات روز باید قانونی آورد. مثلا یه وقت اولاد دختر رو زنده به گور میکردن، امروز دیگر کسی به این فکر نمیفته. حالا دیگه زنها چادرم نمیخوان سرشان بکنن. اما من به این سن و سال نباید پیش قدم بشم. من زنها رو خوب میشناسم حالا که دوی چادرن. پناه بر خدا. با طرفداران مشروطه میگفت من خودم پیش قراول آزادی بودم، این را دیگه کسی نمیتونه انکار بکنه. یادتان هست وقتی که مجلس رو به توپ بستن، من یکی از سرجنبانهای انقلاب بودم. همون شب آسید جمال مرحوم که نور به قبرش بباره منو شبونه تو خونه خودش پناه داد. قزاقا ریختن خونش رو چاپیدن. من شبونه با چادر سیاه از خونه همسایه گریختم. توی راه یه سیناخوری جلومو گرفت، به خیالش من زنم. یه وشکونی به بازوم گرفت که اگه فریاد زده بودم گیر می افتادم. حالا 7 تا کفن پوسونده بودم. قهقه می خندید. و بعد به 1000 خون جگر خودمو به سرحد رسوندم و داخل مهاجرین شدم. روزنامه چاپ کردم و کارا صورت دادم. بله، هر کاری اول فداکاری لازم داره. ما دیگه پیر شدیم، حالا دیگه نوبت شما جووناست. وقتی با مستبد می نشست بی اختیار رود درازی می کرد و می گفت قربان همان دوره شاه شهید، قربان همان دوره خودمان مشروطه، بر پدر این مشروطه لعنت. از وقتی که مشروطه شدیم به این روز افتادیم. آن دوره ها مردم پر و پایشان قرص بود، بابا نندار بودن. حالا همه دزدی ها و دغلی ها و پدر سوختگی ها به اسم مشروطه میشه. ما که این مشروطه رو نگرفتیم، این حقه بازی ها رو اجنبی به ما زور چپان کرد. خواستن دین و ایمانمان را از دستمان بگیرند. حالا همه چیزمان را به باد دادیم. نه دین داریم نه آیین. نه کسی از کسی حساب میبره، نه کوچکتر به بزرگتر احترام میذاره. خب یک پلیس مخفی هم لازمه، وگرنه مردم همدیگر رو میخورن. میدانید اصلا باید یک پنجه آهنین قوی همیشه توی سر مردم بزنه. البته که اساس و پایه مملکت دین و مذهبه، اما همه کارها رو که مذهب نمیتونه بکنه. اگر میتونست چرا نظمیه و امنیه و عدلیه درست میشد؟ پس باید یک نفر هوای مردم رو داشته باشه که همدیگر رو نخورن. آزادی شده که هر کس هر چه دلش خواست بگه و بکنه. خدا خر رو شناخت که شاخش نداد. مردم چوب و فلک میخوان. با این آزادی مازادی کار مملکت نمیگذره. من خودم یک وقت تو همین جلو خون مردم رو به چوب میبستم. حالا باید به عدلیه و نظمیه شکایت کرد، باید پول تمبر داد، 6 سالی دوندگی کرد، آخرم ماستمالی میشه. همانطور که باستانشناس در مقابل آثار کهن به نظر احترام مینگرد، مردم هم به ریخت و هیکل و افکار حاجی آقا که مظهر دوره ارزانی و قلدری بود احترام میگذاشتند. همه او را متنفذ میدانستند و از او حساب میبردند و به جانش قسم میخوردند. اغلب وصیت‌نامه و یا در موقع مسافرت زن و بچه خود را به او میسپردند. حاجی به نظرشان مردی درستکار و متین و آبرومند بود و اغلب پشت سرش شنیده میشد حاجی آقا نگو، فرشته بگو. فقط اهل خانه و به خصوص زنهایش عقیده کاملا مخالف عموم و دل پرخونی از دست حاجی داشتند و دائما
زمزمه هایی مانند به اسرائیل جان نمیده از آب روغن میگیره، مگس روی تفش بشینه تا پلتل پرت دنبالش میره، الهی پایین تنش روی تخته مرد شورخانه بیفته، شهوت کلب داره، آتیش به ریشه عمرش بگیره و غیره پشت سرش شنیده میشد. وقتی مراد هم در این صحبت‌ها شرکت میکرد و در خانه لقب پیر کفتار به او داده بودند. عزایای 3 شهریور که پیش آمد لطمه شدیدی به حاجی زد، به طوری که شبانه دستپاچه از ترس جان با منیر که از همه زنهایش مشکوکتر بود به اصفهان گریخت، چون مطمئن بود که او را خواهند کشت. اما همین که آبها از آسیاب ریخت و همه دزدها و خائنها و جاسوسها و جانیها و همکاران حاجی که با او همسفر بودند پیروزمندانه به تهران برگشتند، حاجی هم بعد از آنکه با صاحبان کارخانه‌های آنجا به قول خودش گاپ بندی کرد و به حساب سوخته هایش رسیدگی کرد، در سیاست خود تجدید نظر نمود. اگرچه ضرر فاحشی به او خورد و گلگیر اتومبیلش در راه صدمه دید و 12 کیلو از پیه شکمش آب شد، اما همان راه را در پیش گرفت که همکارانش در پیش گرفته بودند. تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف.